بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران کلام الله منان قرآن کریم. امیدوارم هر کجا که هستید هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال زیباتر از لحظات گذشته آن سپری گردد. در آغاز برنامه آموزش روحانی قرآن کریم دوست دارم که یک سوالی از شما عزیزان بپرسم که ارتباط و رابطه شما با قرآن کریم چگونه است؟ سوالی که باید نشست و با خود خلوت کرد و دربارش فکر کرد. قرآنی که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود قرآن بخوانید که قرآن در روز قیامت خواهد آمد و برای کسانی که او رو تلاوت می‌کردند شفاعت خواهد کرد. آیا در روز قیامت قرآن برای من و شمای بیننده شفاعت خواهد کرد؟ آیا قرآن می‌خوانیم؟ چقدر قرآن خواندن بلدیم؟ برای هر حرف از کلام الله مجید 10 ثواب برای ما نوشته خواهد شد، 10 نیکی و 10 اجر. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که من نمیگویم که الف و لام میم یک حرف است، بلکه الف یک حرف و لام یک حرف و میم آن یک حرف است. هر کسی که فقط بگه الف لام میم 30 ثواب و نیکی برای او نوشته خواهد شد. اگر کسی کل قرآن کریم را بخونه چقدر برای او پاداش نوشته خواهد شد. قرآن کریم برای همه من و شما مقدسه و عزیز و احترام بسیار بالایی برای او قائلیم. اما آیا تلاوت قرآن رو بلد هستیم یا نه؟ آیا میتونیم که قرآن بخونیم به خوبی و به درستی؟ حداقل روحانی قرآن کریم رو بلد هستیم یا نه؟ شمایی که تحصیلات دانشگاهی داریم، شمایی که حداقل مدرک دیپلم یا همون کلاس 12 رو دارید، شمایی که خواندن فارسی بلد هستید، آیا خواندن قرآن هم بلد هستید یا نه؟ این سوال رو باید با خودمون بنشینیم و پاسخ بدیم. اگر بلدید، چقدر بلدید؟ آیا انقدر بلد هستید که بتوانید به دیگران هم یاد بدید یا نه فقط خودتون بلدید؟ آیا اگر بلدید مطمئنید آنچه که میخوانید درسته یا نه؟ میتونید تشخیص بدید که این آیه‌ای که خواندید رو واقعا درست خواندید یا نه؟ اینها سوال‌هایی است که ما باید از خودمون بپرسیم در خلوت خودمون که آیا ما در رابطه ما با قرآن کریم وقت گذاشتیم برای قرآن یا نه. عزیزان میگن آقا فرصت نشد، دوست داشتیم نتونستیم، کلاسی نبود، استادی نبود و مشغله های زندگی اجازه نداد. الان با این وسایل و امکانات امروزی، تلویزیون، اینترنت و فیلم هایی که به راحتی در دسترس ماست، هیچ حجتی باقی نمیمونه، هیچ دلیل دیگه باقی نمیمونه که ما از این روز به بعد باز هم بگیم قرآن خواندن بلد نیستیم. بیاید تا دست به دست هم حرکت کنیم و در مسیر آموزش روحانی قرآن کریم، یاد گرفتن قرآن کریم و یاد دادن قرآن کریم قدم برداریم تا از بهترین امت بشیم. آیا شما نمیخواید بهترین این امت باشید؟ از بهترین مسلمانان باشید؟ آیا شما نمیخواید که مصداق این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم بشید که فرمود بهترین شما کسی است؟ بهترین، خیلی حرف بهترین، یعنی در بهشت هم درجات بالایی داره
وقتی اینجا بهترینه اونجا هم بالاترین است. بهترین شما کسی است که چی؟ نماز بیشتر میخونه، روزه بیشتر میگیره، ذکر بیشتر میکنه. نه، بهترین شما کسی است خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسی است که قرآن خواندن را یاد میگیرد و قرآن خواندن را یاد میدهد، هم برای خودش هم برای دیگران. میخواد این خیر رو خودش یاد میگیره و به دیگران هم یاد میده. قرآن کریم، تلاوت و روخانی قرآن کریم. ما در این برنامه تلاش داریم به همراه شما عزیزان روخانی قرآن کریم رو یاد بگیریم. در مرحله اول برای تلاوت کلام الله مجید اول بعد روخانی رو یاد گرفت. یک مرحله دیگه هم داریم که مباحث تجویدی رو با دقت بیشتر و تخصصی تر روش کار بکنیم تا بتونیم بگیم که حتی قاری قرآن هست. روخانی قرآن کریم کار بسیار آسانی است، علل خصوص برای عزیزانی که خواندن و نوشتن بلد هستن، فارسی خواندن بلد هستن، ولی که حتی نوشتنش رو هم بلد نباشن. من حتی یک جمله دیگه اضافه بر این هم میگم، اگر حتی شما خواندن فارسی هم بلد نیستید، نمیتونید که فارسی بخونید، باز هم این بشارت رو به شما میدم اگر بیننده این برنامه بودید تا آخرین قسمت به اذن الله تعالی، در آخرین قسمت هر جایی از کلام الله مجید رو که باز کردید میتوانید که بخوانید. این بشارت رو به شما میدم که انشاءالله این اتفاق برای شما خواهد افتاد. بیایید تا قرآن رو یاد بگیریم برای خودمون. به ازای هر حرف 10 نیکی نوشته میشه برای ما و وقتی دیگران از ما یاد میگیرن برای اونها هم نوشته میشه. علاوه بر این که برای اونها نوشته میشه، یک نسخه به حساب ما هم نوشته خواهد شد. اگر یک نفر به دست من و شما قرآن خواندن یاد گرفت، هر آنچه که او تلاوت میکنه تا آخرین لحظه زندگیش در دنیا، اجر و پاداشش به من و شما هم میرسه. ما وقتی که قرآن خواندن یاد میگیریم یک نفری، اما وقتی به دیگران یاد میدیم چند نفر میشیم. اگر 1000 نفر به دست شما قرآن خواندن یاد گرفتن، شما 1000 نفر هستید در روز قیامت با پرونده 1000 نفر در تلاوت قرآن به حساب خودشون. اینها وقتی کسان دیگری رو تربیت میکنن، شاگردانی از اینها یاد میگیرن، شاگردان اونها، تا روز قیامت هزاران بلکه میلیون ها نفر قرآن خواندن، میلیاردها اجر و پاداش کسب کردن و یک نسخه به حساب شما هم نوشته شده، چون شما قرآن یاد دادید به آنها. تجارت بسیار عظیمی که بسیاری از ما از آن غافلیم. قرآن یاد دادن. تا وقتی یاد نگیریم نمیتونیم که یاد بدیم. پس اول باید قرآن رو یاد بگیریم، خوب یاد بگیریم تا بتونیم که خوب یاد بدیم. بیاید تا این برنامه رو به همراه شما عزیزان بیننده باشیم. برنامه آموزش روخانی قرآن کریم تا مصداق این حدیث شریف رسول صلی الله علیه و سلم بگردیم که بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. برای یادگیری کلام الله مجید کافی است بریم به سراغ مصحف شریف و ببینیم که چه مواردی رو باید یاد بگیریم. ما در این برنامه و برنامه‌های پیش رو به همراه شما عزیزان هر آن چیزی که مورد نیاز ماست در روخانی قرآن کریم با هم تمرین خواهیم کرد و آسان است. باز هم تاکید میکنم یاد گرفتن قرآن کریم و روخانی آن بسیار آسان است. حتی اگر شما در هر سن و سالی از شما گذشته، هر چقدر سن شماست، تا به حال روخانی قرآن بلد نبودید، بیایید به جمع ما بپیوندید تا یاد بگیریم. من این بشارت رو به شما میدم که حتما انشاءالله در پایان این مجموعه برنامه شما تلاوت کلام الله مجید رو یاد گرفته اید و هر جای قرآن رو که باز کنید میتونید بخوانید، بشتابید به سوی مغفرتی که از الله متعال نصیب شما خواهد شد. درباره روخانی قرآن کریم اولین موضوعی که باید مد نظر ما باشه شناخت الفبای عربی است. ما در فارسی حروفی داریم که کل خط فارسی و نوشته های فارسی از این حروف تشکیل شده. 32 حرفن. 32 حرف. تصویرش رو با هم ببینیم. این حروف رو ما بهش میگیم حروف الفبای فارسی. 32 تا حرفن
الف، این الفه، اسمش الفه اما ما ا میخونیم. ب، پ، ت، ث، جیم، چ، ه، خ، دال، زال، ر، ز، ژ، س یا سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، عین، غین، ف، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ه، ی. اینا حروف الفبای فارسی هستن. 32 تا هستن. 4 حرفی که من با رنگ سرخ اینجا برای شما عزیزان مشخص کردم: پ، چ، ژ، گاف. این 4 حرف در عربی نیستن. 28 حرف دیگهش همه در عربی هستن. یعنی الفبای عربی اگر این 4 حرف رو ازش حذف بکنیم از فارسی، این 28 حرف باقی میمونه که این 28 حرف میشه الفبای عربی، حروف الفبای عربی. در مصحف شریف هر چی که ما میبینیم این 28 حرفه. هر کلمه، هر آیه در قرآن کریم تشکیل شده از این 28 حرف. از این بیشتر نیست. یکی از اینها یا چند تا از اینها با هم یک کلمه رو تشکیل میده. یعنی این 28 حرف رو اگر یاد بگیریم چطور بخوانیم، به راحتی میتونیم که بعد از یاد گرفتن حرکات و علائم تلاوت قرآن رو بخوانیم. الف، ب، ت، ث، ج، جیم، اینها اسمایی دارن برای خودشون که در فارسی و عربی بعضیش با هم فرق میکنه، وگرنه غالبش در فارسی و عربی اسمش هم یکی است. ها، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، ف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ها و یا. ما در عربی برای هر کدوم از اینها یک اسمی داریم. این جدول اسمهای اینهاست. خط اول خود حرف است، خط زیری اسمش. این حرف در عربی هم در فارسی هم اسمش یکیه، بهش میگیم الف. در فارسی هم بهش میگیم الف، در عربی هم بهش میگیم الف. این ب هست، در عربی بهش میگیم ب، در فارسی بهش میگیم ب، در عربی بهش میگن با. در عربی بهش میگن با. ما در این حرف رو در فارسی بهش میگیم ت، در عربی میگن تا. اسمش تا هست، اما تلفظش همون چیزی است که ما در فارسی تلفظ میکنیم با مقداری تفاوت در برخی از حروف، نه همشون. ت در فارسی و عربی جفتش یک جور تلفظ میشه، ب یک جور تلفظ میشه، الف یک جور تلفظ میشه. ث مقداری در عربی تلفظش فقط فرق میکنه شکلش، اما نوشتهش همون نوشته است. در عربی اسمش هست ثا. جیم در فارسی و عربی بهش میگیم جیم. ها در عربی بهش میگن ها، در فارسی ما میگیم ه. در فارسی به این حرف میگیم خ، در عربی بهش میگن خا. دال در فارسی و عربی یک اسم داره. ذال در فارسی و عربی یک اسم داره. را در فارسی بهش میگیم ر، عربا بهش میگن را. ز در فارسی بهش ز گفته میشه، در عربی زا. سین در فارسی و عربی یک اسم داره، سین. شین فارسی و عربی بهش میگیم شین. صاد فارسی و عربی بهش میگن صاد. ضاد در فارسی و عربی یک اسم داره، هر دو بهش میگن ضاد. تا در عربی گفته میشه تا، در فارسی ما میگیم ت. ت. ذ در فارسی بهش میگیم ذ، در عربی بهش میگن ضا. عین در فارسی هم بهش میگیم عین. غین رو در فارسی هم بهش میگیم غین. ف رو در فارسی بهش میگیم ف، در عربی بهش میگیم فا. قاف در فارسی و عربی یک اسم داره. کاف فارسی و عربی یک اسم داره. لام در فارسی و عربی یک اسم داره. میم در فارسی و عربی یک اسم داره. نون در فارسی و عربی یک اسم داره. و اینجا ما در فارسی میگیم و، در عربی بهش گفته میشه واو. در فارسی ما به این حرف میگیم ه، در عربی بهش گفته میشه ها. در فارسی واو هم میگیم، یعنی این تلفظ واو در فارسی و عربی شبیه هم است. ی در فارسی بهش ی گفته میشه، عربی بهش میگن، در عربی بهش گفته میشه یا. فقط فرقش اینه که بعضی حروف یک الف بهش اضافه میشه در عربی، وگرنه در فارسی و عربی همه اسمها شبیه هم است. پس عزیزان این رو مد نظرشون باشه و دقت بکنید که ما در الفبای عربی
28 حرف داریم که همه این 28 حرف در الفبای فارسی هم هست. به همین خاطر یاد گرفتن قرآن کریم، تلاوت قرآن کریم، روخانی قرآن کریم برای کسانی که فارسی خواندن بلد هستند بسیار آسان‌تر است نسبت به زبان‌های دیگر. برای کسانی که با زبان فارسی آشنا هستند یادگیری عربی، حتی زبان عربی هم خیلی آسان است، چون بسیار از کلمات عربی در فارسی هم استفاده میشه. این نکته را عزیزان به عنوان درس اول مد نظر داشته باشید که الفبای عربی دقیقاً همون الفبای فارسی است. حروف همون حروفه. فقط تفاوتی که داره زبان عربی و به صورت خصوص قرآن کریم و مصحف شریف که ما وقتی قرآن کریم رو باز می‌کنیم می‌بینیم که این حرف‌ها بالا یا پایین اونها یک علامت‌هایی هست، نشانه‌هایی دارن. بالا یا پایین این حروف نشانه‌ها و علامت‌هایی هست که اونها رو باید یاد بگیریم. حروف همون حروف فارسی خود ماست. فقط اگر ما این علامت‌هایی که بالا یا پایین حرف‌ها هستن یاد بگیریم به راحتی می‌توانیم که انشاءالله کلام الله مجید رو تلاوت بکنیم. حتی عزیزانی که فارسی خواندن هم بلد نیستن فقط الف ب ت س همین رو یاد بگیرید. این جدولی که ما الان گفتیم این رو تکرار بکنید. در تمرین ها به راحتی یاد میگیرید انشاءالله که چگونه خوانده خواهند شد این حروف با حرکت هایی که بالا یا پایین اینها قرار داره. از برنامه بعد به همراه شما عزیزان به بررسی علامت هایی میپردازیم که بالا یا پایین حروف این 28 حرف عربی در قرآن کریم نوشته میشن. بعد از اینکه اینها رو شناختیم و اینکه چگونه تلفظ میشن حروف الفبای عربی به همراه این علامت ها، بعدش میتونیم به راحتی انشاءالله تلاوت بکنیم هر جایی از کلام الله مجید رو. باز هم تاکید میکنم که بهترین این امت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن کسانی هستند که قرآن رو یاد بگیرن و به دیگران یاد بدهند و اولین مرحله یادگیری یاد گرفتن روحانی است که خود ما باید یاد بگیریم و این رو به دیگران یاد بدیم. روحانی رو هم که یاد گرفتیم خودمون اجر پاداش میگیریم، کسانی که یاد بدیم هم اجر پاداش میگیرن. کسانی که باز تجوید یاد گرفتن و یاد دادن اجرشون بیشتر میشه. کسانی که ترجمه یاد گرفتن و یاد دادن باز بیشتر و بیشتر میشه اجرشون. اما همه این موارد از نقطه شروع میشه که ما الان شروع کردیم و اون هم آموزش روحانی قرآن کریم هست. همراه ما باشید عزیزان در این برنامه تا پایان ما رو یاری بکنید که ان شاء الله به همراه شما عزیزان بتوانیم هر صفحه از مصحف شریف رو که باز کردیم به راحتی بخوانیم و با دقت و اطمینان و مطمئن هم باشیم که درست میخوانیم. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید تشکر و سپاس دارم. تا برنامه بعد همه شما خوبان عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما.